بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وطندارای گلم، امید است که خوب و سرحال صحتمند باشین و روزهای ماه مبارک رمضان به خوبی و به خوشی سپری کنید. من مصطفی باور یک بار دیگه هستم در شهر زیبای کابل و امروز آمدیم تا یک برنامه ویژه افطاری را در یکی از زیباترین منطقه‌های شهر کابل به شما ارائه کنیم. شما خودتان حدس بزنید در کدام منطقه موقعیت است یا قرار دارم. بله، امروز هستیم در منطقه پل سرخ یا کارتیسه تا به شما برنامه ویژه افطاری را در ایام مبارک رمضان تقدیم کنیم. با ما باشین تا با وطندارای عزیز ما صحبت کنیم که ایام مبارک ماه مبارک رمضان چطور میگذره. تشکر از اینکه بیننده ما هستید. هستیم در سایه پل سرخ. وطندارای عزیز متوجه شدیم که اینجا یکی از شیرینی بازی های وطن ماست به نام شیرینی ارگ. ببینیم که چرا نام از زیر ارگ مانده و کدام محصولات در اینجا است. با ما باشین که با مسئولین از این شیرینی سرا صحبت کنیم. بیننده‌های عزیز، داخل ارگ شدیم. البته ارگ نه بلکه شیرینی سرای ارگ. میریم که با برادر ما صحبت کنیم که چی دارند در این شیرینی سرای ارگ. السلام علیکم لالا، خوب هستین؟ بخیر. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلامت باشید. شما خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. میشه خودم معرفی کنین لالا جان؟ اسم من سید میلاد است، یکی از کارمندای شیرینی فروشی ارگ پل سرخ. میلاد جان، رمضان چطور است؟ خوب میگذره؟ خدا رو شکر میگذره. ماه پربرکتی است نسبت به سالهای دیگه. بازم خدا رو شکر میگذره. شکر که بخیر میگذره. دیدیم که در بیرون بودیم و به نمای شیرینی سرای شما چشم ما خورد و بسیار جذاب بود برای ما. به خاطر از او آمدیم که با شما صحبت کنیم. اگر بگوین که در شیرینی سرای ارگ یا در شیرینی ارگ چند نوع محصولات از فروخته میشه؟ سلامت باشین، لطف دارین. کل محصولات ما که تنوعش بیش از حد است، یعنی بخوایم دانه دانه بگیریم خیلی است، ولی میتونم براتون یک تعداد معروفایش رو معرفی کنم. مثل بقلاوای چهارمغزی و پسته‌ای است. فعلا در ماه مبارک رمضان زلبه و بامیه داریم که مخصوص ماه مبارک رمضان است، دیگه ایام نداره. دیگه شیرینی خامه‌ای و کلچه کوکی و مختلف کلچه دیگه داریم. و کیک هم هست؟ بله، کیک‌های میوه‌ای داریم، کیک‌های ساده داریم، کیک‌های سفارشی داریم. مخصوص رمضان، برای ماه مبارک رمضان است که فقط در ماه مبارک تولید میشه، دیگه وقت تولید نمیشه. شما گفتین که بغلاوه و بعضی محصولات هستن بودین که دارین، این هم میشن محصولات وطن است، همینجا ساخته میشه یا از دیگه جای صادر میشه؟ نه خیر، اینا کلش تولیدات خود شیرینی فروشی خود ماست، محصولات وطنی است. هیچ چیز خارجی نداریم فعلا. این محصولاتی را که میبینیم در فروشگاه شما، فروشگاه ارگ، این خودتان از جای میارین یا خودتان جای کارخانه دارین؟ نه خیر، ما محصولاتی که به فروش میرسونیم هیچ کدامش نمیاریم از بیرون. یعنی تولیدات کامل خود ماست و به کارخانه خود ما تولید میشه. کیکا خو هست، کیکای سالگرد است و چند نوع کیک هست. هم بزرگترین کیک که تا حالا ساختین چقدر بوده؟ بزرگترین کیک سالگرد نزدیک به 1 تن بوده که مربوط یکی از شرکت‌های دولتی میشه. 1 تن؟ وطندارا 1 تن 1000 کیلو تقریبا، بسیار زیاد. اگر دوباره قیمتش بگید، قیمتش چند بوده؟ ما که بعضی وقت کدام مراسم میباشه وقتی که 2 کیلو یا 3 کیلو را بگیریم قیمتش که بسیار زیاد میباشه. 1 تن خیلی چقدر بوده؟ حالا موضوع بازی است که قیمت در میزان کیک تغییر نمیکنه. یعنی همون کیکی که ما برای یک مشتری خود 2 کیلو جور میکنیم با همون قیمت برای نام جور کردیم. حالا نام نمیگیرم که مربوط کدام شرکت بود، ولی هم شرکت های
دولتی خود ماست. و یک چیز دیگه که مرا بسیار حیران کرده بود که این اسمش چرا ارگ مونده؟ آیا کدام رابطه که در رئیس جمهورها داره؟ چه قسم از این ارگ جالب است به ما، اگر میرم بگوین به ما. رابطه اسم خود بستگی داره و این که دیدگاه خود صاحب حاجی صاحب مربوط صاحب دکان مربوط دکان باشه اونا بودن دیگه. دقیق آمار دقیق نمیتونم براتون که چی بوده، ولی خب اسمی ساده و پرمسمایی است به خاطر منم اسمش هست. یعنی چیزی هم که تولید میکنن واقعا به برازنده ارگ هست. واقعیت اگر بگوین که چند سال میشه شیرینی سرای ارگ یا شیرینی ارگ به فعالیت خود آغاز کرده و چطور است؟ مشتری ها خوب هستند؟ حالا امسال بیشتر از 20 سال میشه که 20 سال، یعنی بالاتر از 20 سال میشه که فعالیت میکنن و خاطر شده همه تحویلا که راضی بودن دیگه. چون که عید فطر نزدیک است، به عید هم کدام برنامه خاصی دارین؟ کدام محصولات هست خاص به خاطر عید باشه آماده کرده باشه؟ محصولات عیدی ما که یک هفته قبل از ایام عید دیگه منظم میشه، چیندن میشه برای مشتری‌ها که راحت‌تر استفاده بخرن، آماده باشه. و محصولات عیدی را که 100% ما آمادگیش داریم و انشالله یک هفته قبل از این کامل در دسترس مشتری‌ها قرار می‌گیره. تشکر برادر عزیز که با ما صحبت کردین. انشالله که در کارتان برکت باشه. واقعا که این محیطی را که ساختین عالی است و واقعا استاندارد است. تشکر. سلامت باشین، خیلی خوش آمد. وطندارای عزیز با ما باشین، با دیگه وطندارای عزیز هم صحبت میکنیم و گزارش ما این بود که درباره شیرینی سرای ارگ صحبت کردیم. ماشاءالله بسیار محصولات زیاد دارن. انشالله اگر تا افطار بودیم از محصولاتشون نوش جان میکنیم. تشکر. وطندارای گلم همچنان هستیم در سایه پل صبح و اینجا متوجه شدیم که چندین نوع میوه وطن فروخته میشه. واقعا عالی است. ببینیم یک میوه اینجا فروخته میشه و واقعا که توجه مرا جلب کرد. بریم که با مسئول از این جوس فروشی صحبت کنیم که چند نوع میوه است و چند نوع جوس در اینجا هستن. و یک چیز دیگه که بسیار جالب است، این مالتا رو میبینیم. پرسان کنیم که این مالتا از کجاست، چون که رای پاکستان خوبند هستن. کینو نیست دیگه، به جای کینو مالتا جایگزین شده. بیاین با ما باشیم که با برادر عزیز ما صحبت کنیم. سلام علیکم لالا جان، خوب هستی؟ بخیر؟ جان خوب هستی؟ جان جور بخیر هستی؟ ببخشید مصروف هستیم، مزاحم شدیم. میشه خودت معرفی کنی؟ اسم مالی یک تنه برام چی برای جون میگه. علی جان چقدر وقت میشه مصروف از این کار هستی؟ مطلب این کار زیاد میشه ولی یا چیزی کم یک 8 سال میشه. ماشاءالله این میوه‌ای که اینجا هست دیگه بخی توجه ما رو جلب کرد، به خاطر از او آمدیم و ما اگه بگی که چند نوع میوه است و چند نوع جوس است. اینجا رو جان چیزی کم 7 رقم 8 رقم جوز است، 8 رقم میوه است. کیله است، مالتا است، سیب است، کیله، امرود است، آووکادو است، انار است. همین چیزا دیگه. چون که ماه مبارک رمضان است، چطور از بازارها چه وقت کار رو شروع میکنید؟ بازار را جان بعد افطاری است دیگه. پیش از افطاری آمادگیش میگیریم، آماده میگیریم، بعد افطاری آماده است. اگر درباره قیمتاش به ما بگویی که قیمت یک پیاله جوس زردک چند است، از سیب چند است، یعنی کلش بگو دیگه. زردک از 20 30 40 کیله از 50 80 100 بودگان جدا از خوبتر بگه بود از قیمتتر از 100 150 200 نسبت به مشتری چرا سفارش میده بود دیگه. جدا کدو دارن 100 150 180 نی نوا جداست. کیلا را دیدیم، نام خدای کیلا چقدر کلان است. این کیلا حال خدای پاکستان رو بعد است. این کیلا از کجاست؟ کیلا هندی است. هندی است. باز کیفیت کیله پاکستانی که کیله هندی چی خیلی فرق میکنه. جوز پاکستانی که بسیار شمادار با مزه میاد، اما کیله هندی و مزه نداره، شما نداره. و در قیمت ها چطور است؟ قیمت هندی زیاد قیمت است یا پاکستانی؟ پاکستانی خوب بودن، در قیمت خوب است، هم کیلاش خوب است. اما اینجا ایمان رو درست قیمت شده میره، رو درست کش کرده رفته، رو درست سر با بالا شده میره. امکان داره در کارتن 800 هم برسه. هندی کلان است ولی کیفیتش خوب نیست. غنی داره.
این مالتا چون که راه پاکستان خوب بند است دیگه کینو نمیشه و جای از کینو دیگه مالتا است وطندارای عزیز ببینیم مالتا ماشاءالله بسیار رنگ خوبش داره این مالتا است کجاست مالک ایرانی. مالک ایرانی. قیمت جوس مالتا چند است شاید قیمت باشه از کلش 70 150. بیشتر وطندارای ما علاقمند کدام جوس هستن زیاد چی رو میخورن اما زود جا فعلا همی کلا و امرود میکس میخوره در دگ آنها رو خانه میخوره خودت کدام جوس خوش داری ما ولدی هم شب عمل کنیم برابر چی 24 ساعت خوردن نکنگرش خب خب و فعلا خب وقت انار نیست سالم جوس انار دارین نه انار است انارای تگاو است انار است خب علی جان تشکر از اینکه با ما وقت دادین اگر یک روزی که داشته باشین در ماه مبارک رمضان پوره شود چی است روزه ما دیگه روزه نیست روزه ما نیست که میخواد وطن ما پیشرفت کنه در مردم فامیلی کاروبار باشه دیگه آرزو نداریم هم جوانان در کار مشغول باشه دیگه گرمی نیست تشکر از اینکه با ما وقت دادین زنده باشی جور باشی رو تشکر از خودتان وطندارای عزیز کدام وقت که جوز دلتان شد پیش علی جان بیاین در پل صبح دیگه ما مگه تا افطاری تا به اینجا بودیم خب ازش یک جوس میگیریم یک جوس به ما میتی یا ما نه در خدمت عمر فقط تربیه داری تشکر سلامت باشی وطندارا هستیم با یکی از وطندارای عزیز ما که در راه میگذارید و کتمایت مصاحبه نمیکنید این آمدید سلام علیکم الله خوب هستی بخیر خیر جوړې په خیر صدقه ده پر خیرات ده مننه خیر است لالا جان مونږ ته ځان وپېژنه ایمان ماوید ده د هغه ولایت د بغلان ولایت مو لالا جان څه کې د پل سرخ کې د پلسر کې مې د کارتچار کې مې کور په پلسر کې مې لک سودا کوله څه کار کوي لالا جان ولا فعلا شاګرد یم سټوډنټ یم او مکتب کې سټوډنټ کوم مکتب کې سټوډنټ د کارتچار کې ویدا په نوم مکتب دلته یم یو لسم سنس کې یو لسم دا هدف دی چې د خیر چې چای شي پانتون په خیر وای یا تم لکه نور ځوانان غوندې غواړي خارج ته راشي نه هدف مې د افغانستان کې پانتون منتون وایو خدای کوم رشته ته د شوق ده انجینری او انجینری نو څو رقم دي برق انجینری ده سیوال برق انجینری او غواړي برقي شي نو بخیر لوړ هدف مې افغانستان یو څه شی وکړو ځان یو څه شی جوړ کړو ان شاء الله لالا جان خپل هیله ته ورسېږي ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ خیر وشه تاسو هم مننه خیر اوسې مننه خب هستیم بازم در این سایه پل سرخ هستیم بریم که با یک چند تا وطندارای عزیز ما اگه اینجا باشه که اصلا صحبت کنیم با ما باشین دیگه دوستان سلام خوب هستی بخیر تشکر خودتان چطور هستی؟ تشکر سلامت باشی میشه خودم معرفی کنی ما محمد یوسف هستم ولد محمد عمر محمد یوسف جان ماه رمضان است روزه هستی یا نه ماشاءالله با انرژی معلوم میشی و خیالم نگرفتی روزه نه گرفتیم گرفتی روزه چند روزش گرفتی 15 روزه گرفتم ماشاءالله چند ساله هستی 11 11 آفرین من که 11 ساله بودم دیگه زور روزه رو نداشتم آفرین یوسف جان صنف چند هستی؟ صنف 5 هستم صنف 5 خانه تان کجاست؟ در کابل هستین؟ بله از کابل هستم در طرف علاوگین یوسف جان آرزوی چی است؟ بخیر کلان شوی چی میشی؟ پیلوت میخوام شم پیلوت باز در وطن خدمت میکنی یا میری خارج؟ وطن خب پیام داری به کودکای مثل خودت؟ هر کدام پیامی به ما داری بگو به ما کودکا باید کوشش کنم درس بخونم تا به یک جای برسم تشکر از اینکه یوسف جان به ما وقت دادی سلامت باش تشکر خودتان وطندارای عزیز تشکر از اینکه تا حال همراه ما بودین و برنامه ما را تا به این دم تعقیب کردین در سایه پل سرخ بودیم و امروز از اونجا براتون گزارش تهیه کردیم ما میخواستیم که گزارش طولانی بسازیم و با بسیار از وطندارای ما صحبت کنیم خوشبخت حالا بگویم یا بدبخت حالا بگویم بادار بسیار شدید که همیان اکنون هم در حال باریدن است بارید و نتانستیم که با شما برنامه را ادامه بدیم
و انشالله که شما تا هم که وقت افطار است، ما افطار کردیم، شما هم انشالله که افطار کرده باشین و بسیار زیاد تشکر که تا همراه ما بودین. تشکر.